توی این ویدیو مراحل راه اندازی و کار کردن با تفنگ‌ها رو خدمتتون آموزش میدیم. اولین قدم حواستون باشه که اگر هدبند وصل نباشه تفنگ روشن نمیشه و اون هم برای جلوگیری از تقلب در حین بازیه. الان هدبند تفنگ قرمز رو قبل از که وصل بکنیم تفنگ رو روشن میکنیم و میبینید که اتفاق نمیفته، تفنگ راه اندازی نمیشه. حالا هدبند رو متصل میکنیم و تفنگ رو روشن میکنیم. بسیار خوب، این تفنگ الان آماده است. سراغ تفنگ آبی میریم، هدبندش رو وصل میکنیم. عملیات شروع شد. خب الان این دو تا تفنگ آماده بازی هستن، یعنی در صورتی که جهت شلیک به سمت سنسور روی هدبند باشه تفنگ مقابل یه دونه از جوناش کم میشه. الان ما با تفنگ آبی شلیک به تفنگ قرمز میکنیم. میبینید که هم صدای تیر خوردن اومد و هم یکی از LED ها که نشون دهنده تعداد جون هر تفنگ خاموش شد. توجه داشته باشید که تو بازی گروهی تفنگ‌های آبی تیرشون به هم نمیخوره و همینطور تفنگ‌های قرمز، یعنی شما میتونید با در دست داشتن تعداد بیشتری از این تفنگ‌ها به دو گروه تقسیم بشید و نگران این نباشین که تیرهای همگروهیتون به صورت اتفاقی به شما اصابت بکنه. خب همین داستان در مورد تفنگ آبی هم هست. همین ماجرا تکرار میشه. با تفنگ قرمز وقتی شلیک میکنید به هدبند تفنگ آبی یه دونه از جون اون کم میشه. این تفنگ‌ها سیستم ضد تقلب دارن به این شکل که حتی با خاموش و روشن کردنش هم تعداد جونها ریست نمیشه یا به حالت اولیه بر نمیگرده. ببینید عملیات شروع شد. میبینید که همون جونی رو که از دست داده بود این تفنگ دوباره بعد از خاموش روشن شدن همون مقدار رو حفظ کرده و این تفنگ 3 تا جون براش باقی مونده.